ایرفورس وان یک دژ پرنده، هواپیمایی که هیچ رقیبی توی دنیا نداره، مثل یک جنگنده سریع و مثل یک پناهگاه امنه. این هواپیما مدال افتخار هوانوردی ایالات متحده است. به مجله دانستنی‌های جدید خوش اومدین. مهم نیست که مسافت چقدره، کوتاه باشه یا یک سفر طولانی، ایرفورس وان همیشه آماده خدمتگزاریه. هر هواپیمایی که رئیس جمهور آمریکا سوار بشه بهش ایرفورس وان میگن. اما سالهاست که این هواپیمای خاص بوئینگ 747-200B به عنوان ایرفورس وان در حال خدمته. دو تا از این هواپیماها وجود داره و اینا هواپیماهای تجاری معمولی که نیستن. اینا مخصوصا توسط بوئینگ ساخته شدن و ارتش ایالات متحده اونها رو ارتقا داده. هزینه عملیات هر ساعت از این هواپیماها بیشتر از $200,000. این هواپیمای 3 طبقه 76 متر طولشه که از هر جت تجاری دیگه‌ای بزرگتره. وزنش حدود 378 تنه و میتونه تا ارتفاع 45,000 فوتی پرواز کنه. نام نظامیش VC-25. داخل این هواپیما حدود 370 متر مربع فضا داره که توی 3 طبقه است. طبقه بالا مخصوص ارتباطات و مثل یک مرکز فرماندهی متحرک عمل میکنه. طبقه پایین مثل یک محفظه بار و سیستم بارگیری خودکار خودش رو داره. طبقه وسط هواپیما جایی که همه کارهای مهم انجام میشه. قسمت جلو که بخش ساکت‌تر و آرومتر تو هر هواپیماییه، سویت ریاست جمهوری آمریکا قرار داره. اینجا دفتر رئیس جمهوره و یه اتاق خواب با یه حموم خصوصی هم داره. محل اقامت شخصی رئیس جمهور با فرش ستاره‌دار مشخص شده. پس هر وقت توی هواپیمای ایرفورس وان روی فرش ستاره ها رو دیدی، بدون که اونجا فضای شخصی رئیس جمهوره. بیرون از این قسمت نیروهای امنیتی مستقرن و بعد از اون اتاق وضعیت قرار داره. اینجا یه اتاق وضعیت هوایی که کمربندهایی با نشان ریاست جمهوری داره. یه نکته جالب اینه که تلفن‌های سفید برای تماس‌های عادی و تلفن‌های بژ رنگ برای تماس‌های امن هستن. توی قسمت میانی محل اقامت برای 70 مسافر به همراه مناطق کاری و اتاق کنفرانس و غذاخوری و 2 آشپزخونه است. اما اینا که همش نیستش. ایرفورس وان همیشه یه دکتر تو هواپیما داره و یه اتاق عمل با تجهیزات پزشکی فوق پیشرفته. ذخیره خون رئیس جمهور و واکسن‌های خاص برای مواقع اضطراری همیشه در دسترسه. ایرفورس وان داخل یه آشیانه فوق‌العاده امن توی پایگاه مشترک اندروز درست بیرون واشنگتن دی سی نگهداری میشه. همه کارشناسای نظامی میگن که ایرفورس وان توی آسمون از روی زمین امن‌تره. واقعا چطور میشه یک هواپیما همچین قابلیتی داشته باشه؟ اول از همه ایرفورس وان میتونه بدون توقف یک مسیر 14,315 کیلومتری رو طی کنه و چون قابلیت سوختگیری تو هوا رو داره میتونه تقریبا به طور نامحدودی پرواز کنه. حداکثر سرعتش 965 کیلومتره و اونقدر سریعه که یکی از خلبان‌های F-16 که در جریان حمله 11 سپتامبر اونو به واشنگتن اسکورت می‌کرد میگه که باید سرعتش رو بیشتر می‌کرده تا بتونه به این هواپیما برسه. ایرفورس وان توسط ارتش ایالات متحده کاملا ارتقا داده شده و به اندازه‌ای قویه که به عنوان یه پایگاه هوایی عمل می‌کنه. این هواپیما میتونه از خودش دفاع کنه و در مقابل موشک‌های هوا به هوا، موشک‌های زمین به هوا و حتی حملات احتمالی پهپادها یه جوری عمل بکنه که هواپیمای رئیس جمهور آمریکا هیچ آسیبی نبینه. بدنه هواپیما و شیشه‌های پنجره‌ها کاملا ضد گلوله‌اند و هر خروجی هم توی هواپیما یه پلکان جمع شونده داره تا از خرابکاری توی فرودگاه‌ها جلوگیری کنه. سیستم دفاعی این هواپیما خیلی عجیب و پیشرفته است، مثل مختل کننده رادار دشمن، پرتاب کننده فلیر و چف برای منحرف کردن موشک‌های حرارتیاب و محافظت در برابر پالس‌های الکترومغناطیسی و کلی ویژگی‌های دیگه که طبیعتاً محرمانه است. دوست عزیزم با شما، اگر از ویدیو خوشت اومده و می‌خوای ویدیوهای بعدی کانالمون رو از دست ندی، دکمه لایک رو لطفاً همین الان بزن و مجله تصویری دانستنی‌های جدید رو سابسکرایب کن. خب پروتکل‌های امنیتی چطوری عمل می‌کنن؟ فرقی نداره که یه پرواز کوتاه به سمت نیویورک باشه یا یه پرواز طولانی بین‌المللی. هر پرواز یه مأموریت حساب میشه. همه چیز تا آخرین جزئیات برنامه‌ریزی میشه و هر تداخل احتمالی در نظر گرفته میشه. این برنامه‌ریزی‌ها اونقدر دقیقاً و توجه به جزئیات دارن که حتی مسیرهای جایگزین رو برای تاکسی کردن هواپیمای ایرفورس وان روی باند رو هم در نظر میگیرن. توی حین پرواز ایرفورس وان با حریم هوایی مخصوص به خودش محافظت میشه. هواپیماهای غیر ریاست جمهوری باید 3 مایل دریایی یا 5.5 کیلومتر ازش فاصله بگیرن.
همیشه چند تا هواپیما که هلیکوپترها و سرویس‌های امنیتی دیگر رو حمل می‌کنن، مخصوصا تو سفرهای بین‌المللی، زودتر از هواپیمای ایرفورس وان به پرواز در میاد. یکی از این پرنده ها هواپیمای خیلی معروف 317 گلاب مستره که کاروان ریاست جمهوری خودروی معروف 200 رو حمل میکنه. پشت سر ایرفورس وان هواپیمای معروف روز قیامت یا دومزدی قرار داره که یک پست فرماندهی هوایی فوق‌العاده پیشرفته است. فقط 4 تا از این هواپیما وجود داره و به عنوان پایگاه هوایی و اتاق جنگ در مواقع اضطراری هسته‌ای عمل میکنه. حالا شاید براتون این جالب باشه که ایرفورس وان اونقدر امنه که معمولاً اسکورت جنگنده نداره. در واقع تنها زمانی که با جنگنده ها همراه میشه توی مواقع بحرانی مثل 11 سپتامبر یا برای نمایش رسانه‌ایه. به غیر از این شما هیچ وقت ایرفورس وان رو توی فرودگاه معمولی که نمیبینین. این هواپیما همیشه توی پایگاه امن که عمدتاً نظامی هستش فرود میاد. معمولاً یک گروه از اعضای نخبه ارتش آمریکا، سرویس‌های مخفی و نیروهای امنیتی کاخ سفید هفته‌ها قبل از رسیدن رئیس جمهور فرودگاه رو بررسی آماده می‌کنند. ایرفورس وان توسط گروه حمل و نقل هوایی ریاست جمهوری نگهداری و اداره میشه و همینجا هم خلبان‌ها هم خدم ریاست جمهوری آموزش می‌بینن. این تیم شامل 2 خلبان و 1 ناوبر و 1 مهندس توی کابین خلبان میشه. علاوه بر پذیرایی، خدمه و خلبان‌ها ساعت‌ها برای سناریوهای اگه فلان اتفاق بیفته باید چه کار کنیم با سرویس مخفی تمرین میکنن. اونا تمریناشون رو خیلی جدی باید بگیرن. مثلا قبل از مراسم تحلیف ریاست جمهوری تمرین شبیه سازی حمله انجام میشه تا همه افراد درگیر با رویه‌ها و پیش‌بینی‌های ممکن بهتر آماده و مچ بشن. خلبانای ریاست جمهوری که از نیروی هوایی آمریکا مانورهای فرار رو برای موارد خیلی نادر حمله یاد میگیرن. یه نکته جالب اینه که تنها باری که از این مانور استفاده شده وقتی بود که رئیس جمهور نیکسون توی سال 1974 به سوریه سفر میکنه. دولت سوریه 4 تا میگ میفرسته تا ایرفورس وان رو هم خوشامدگویی و هم اسکورت کنه. اما این پیام به خلبان و تیم امنیتی نمیرسه و خلبان ریاست جمهوری فکر میکنه که حمله‌ای در جریانه و فوراً وارد عمل میشه و یک شیرجه خیلی تند و سریع میزنه. البته هواپیمای ایرفورس وان جدید هم توی راهه. همین هواپیمایی که در حال حاضر داره ازش استفاده میشه از سال 1990 داره به رئیس جمهور خدمت میکنه. توی سال 2018 با بوئینگ قرارداد 3.9 میلیارد دلاری بسته میشه که 2 تا هواپیمای جدید ایرفورس وان رو تولید کنه. اما خب به خاطر کرونا و یه سری مسائل دیگه قرار شده که سال 2026 تا 2027 این هواپیماها تحویل داده بشن. شرکت بوئینگ میگه که این هواپیماها با ویژگی‌های پیشرفته‌ای ساخته میشن که از نمونه‌های فعلی هم بهترن. حالا شما بهمون بگین به نظرتون چه ویژگی‌های لوکس و نظامی دیگه‌ای میتونه به این هواپیما اضافه بشه؟ نظرتون رو واسمون کامنت کنین و یادتون نره که مجله دانستنی‌های جدید رو سابسکرایب کنین.